ارادت رفقای ایتبال باز، امیدوارم حالتون خوب باشه، در صحت و سلامت باشین هر جا که هستین. اومدیم با ویدیوی جدید. میخوایم روی میز شیکاگو جاز کلاب بازی کنیم، میزی که دیگه آخراشه تقریبا، یعنی 21 ساعت دیگه تمومه. حتما خیلیتون بازی کردین، رو اکانت ها اومده، رو همه اکانت ها با بت متفاوت، یعنی با توجه به مقدار سکه که شما دارین، حالا 50 میلیون 7.5 میلیون اینا متفاوت میذارید وسط و بعد از کم شدن رنت یا همون اجاره میز که 13% الان واسه اکانت من، یعنی از 100 میلیون 13% کم میکنه، یعنی 13 میلیون کم میکنه و در آخر 87 میلیون بهت میده اگر ببری میزو. بریم یکی دو تا بازی بکنیم روی این میز، ببینیم چجوری هست، وضعیت هکر توش چجوریه. قبلا بازی کردم، هکر خیلی بهم نمیخورد. ببینیم حالا چجوریه. بریک دست حریفمونه، خوشبختانه پیتوک هم میده. خب حالا که خوشبختانه پیتوک داده چیکار کنیم؟ بریم سراغ دورنگا، نظرتونه؟ بریم سراغ دورنگا، از قهوه‌ای شروع کنیم. خب این از این، اینم از این. اینم از این. میخوام یه جوری بزنم آبی رو بعدش بتونم قرمز رو بزنم وسط. اینم از این. من توپای وسط یکم مشکل دارم، باید یکم دقت کنم. گوشی هم نمیتونم بچرخونم به خاطر اینکه دارم ویدیو میگیرم. خب اینم از این. یه اسپین بالا هم برای توپ سبز بگیریم. و تمام، خودش رفت. دقت نکردم بتونشون، البته تو هم دیدین دیگه. خب این باکس هم می‌خواستم 87 میلیون نشون بدم. خب این باکس هم من باز کنم، یه بازی دیگه هم بزنیم که بریک ما هم باشه. یه باکس هم جای خالی داریم. چرا اومدم اینجا؟ یه باکس دیگه هم جای خالیشو پر کنیم. امیدوارم بریکو بده دست من. خب بریکو داد. بریم بریک همیشگی رو بزنیم به امید یه چوب. آقا این چیه راه افتاده تو مجازی؟ پسری که نمیدونم فلان یه ویدیو میذارن، مهره مارداری، مال یه تیکه از این سریالی که داره پخش میشه. حالا بحث فانش و اینا به کنار، ولی خیلی دارن حجمه میگیرن رو پسراها، یعنی الان حجمه داره میشه. خب سبز رو بزنیم ها. نظر بابا پسرای مملکت بنده خدا دارن روز و شب کار میکنن، بعد نمیدونم مهره مار چی داری، اینا رو من نمیدونم کی مود میکنه تو مجازی پخش میشه. خب بیا، داشتیم بالا منبر میرفتیم در مورد پسران سرزمینم که گیر کردیم. به شانسی یه چیزی بزنیم دیگه. اخ داشت میرفت، داشت واقعا میرفت. حیف شد نشد یه چوب کنم. خوب زد. آره خلاصه نمیدونم یک سری چیزای عجیب غریب و بوداری راه میفته بعضی وقتا تو مجازی. آره خلاصه حالا اینو گفتم، میخواستم اینو بگم. اونو بعد اون میمو واقعا بعد برای کسی درست کرد، پسری که تو ایتبال چیت میزنه.
به نظر من در این مورد صدق میکنه، در این مورد خدایی صدق میکنه. فکر کنم توپ 8 هم باز کنه که نکرد. شانس آوردیم نتونست باز کنه. بذار از این چیزا بزنم خودش لفت بده. این من به هر کی میدم خودش عصبانی میشه لفت میده. اون لفت نمیده، مثل که خیلی پروتر از این حرفاست. باش، حالا که اینطوره دوست داری بزنم میزنم. آره خلاصه پسری که چیت میزنه اون واقعا باید استفاده کرد. اون میمو برای اون باید استفاده کرد. برای که جذاب بشه مثلا دیواری بزنیم. نظرتونه؟ خیلی دیواری سختی نیست، دیواری ساده ایه، ولی حالا بزنیم برای خالی نبودن عریضه. خب اینم از این باکس هم گرفتیم. چه عجب باکس 8 ساعته به ما داد، اصلا نمیداد باکس 8 ساعته. خب اینم از این میز دیگه، روش بازی کردیم که ببینید قانونش قانون ساده ایه. تمام توپا رو پاکت میکنی، فقط توپ 8 رو باید پاکت رو انتخاب کنی. همین. آقا دمتون گرم. اگه ویدیو برای اولین بار میبینید ما رو از لایکتون محروم نکنید، از لایک کامنت گذاشتن محروم نکنید. کانال رو سابسکرایب کنید، به ما انرژی میده. وقتی میبینیم بازخورد میگیریم، ویو میگیریم، خب بالاخره به ما انرژی میده دیگه. و اگه قصد ارتباط گرفتن با بنده رو داریم برای خرید، چه اکانت، چه سکه، چه پول پس، موارد دیگه، پول پس این فصل رو از دست ندین. ایموجی باحالی داره، این خدای باحاله. ایموجیش رو ترامپت میزنه، ترامپت دیگه فکر کنم اسم این ایموجی. آواتار باحالی داره. پول پس رو اگه قصد خرید داشتید تلگرام ارتباط بگیرید. ایران 8BP رو اگه سرچ کنید 8 انگلیسی کانال پیدا میکنید. تو بایو کانال یا توضیحات کانال که برید من آیدی خودم رو گذاشتم، شماره من گذاشتم، آیدی من گذاشتم. پیج اینستاگرام هم همینطور. شما برید گزینه کانتکت کنار فالو یه گزینه هست نمیشه کانتکت و تماس، اونجا هم بزنید اون شماره منو میبینید. با اون شماره هم توی واتساپ هستم هم توی تلگرام. خلاصه که خیلی مخلصیم. مرسی که هستید. فعلا.